درود میگویم با شما بینندگان عزیز شبکه سفینه. این برنامه نوبتی خانه تاجیکستان است و امروز ما قرار داریم در خانه خاله مبارک و امروز یک خوراک خیلی بولذت رو برای ما آماده میکنند. انیکترش خودش گویند. بار دیگر سلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید. سلامت باشن. سلامت باشن. خوش آمدید دادر جان. و امروز برای بیننده ها بسیار خوب شوق‌آور است و فهمیدن میخواهند هر چیز زودتر که کدام خوراک ملی رو خاله مبارک آماده میکنند. ما خوراک ملی قرطاب رو آماده میکنیم. این خوراک ملی تاجیکی ما میباشد. برای این خوراک آماده کردن بسیار مهنت کردن در کار. ما میگیریم قروت آب میکنیم. وای آماده میکنیم روغن صغیر، سبزوات حاضر وقتی میوه تر و تازه سبزوات، بودرین، پمیدور. یعنی همه رو استفاده میبریم. خب خاله مبارک گفتنی هستن که همین محصولات رو استفاده میبریم. یعنی برای امروزه خوراکی که آماده میکنن خاله مبارک یعنی قروتابی که به طور مخصوص آماده میشد. یعنی بعضی محصولات های دیگر وارد میکنند علاوه میکنند خاله مبارک که در دیگر جایها این رو نمیکنند. این هم باشد. از چی شروع میکنیم؟ برای قروتاب امروزه ما استفاده میبریم عادتا پیاز، کبودی ها، نان مخصوص تیار کرده شده، فطیر، فطیر، بادرین، قرنفل بلغاری، پمیدور، زنجبیل، خب سیر پیاز. بعداً گفتیم دوستان عزیز که یک چیزی مخصوص علاوه میکنند در دیگر جایها نمیکنند، تخمی بودنه و قروت. گفتیم که قروتاب رو در دیگر جایها آماده میکنند، نامش قروتاب هست ولی در اکثر جایها علاوه نمیکنند، خب قروت رو استفاده نمیبرند. با دوغچکه آماده میکنند. امروز قروتابی اصیلی تاجیکی رو آماده میکنند خاله مبارک برای ما. بعدا گوشت همین طور است. بعد خب نمک و برای انمون لذت و مزه قروتاب رو روغن صغیر خوب کردن و روغن صغیر. بیننده عزیز اکنون من خلل نمیرسونم برای آماده کردن قروتاب، چون میبینیم که محصولات زیاد است، کار زیاد رو طلب میکند. اپای سوریا فرزند خاله مبارک کمک میکنند و بعد از چند لحظه برمیگردیم. این برنامه خانه تاجیکستان است از شبکه سفینه. بیننده های عزیز ما رو همراه باشید. آشی پلاو، آشی بریده، توپا، شکروی و همین نمودی خوراک ملی که وای رو تاجیکای ما کم استفاده میبرند. پیش وقت بابای بیبی ما همین قروتا وقتی که در تهدان علو میکنن فطیری کورکی گفتگی فطیر میکنن که وای همین نمودی شکروب تاجیکی وای. من هنر ادرس بافیه از سنی 7 سالگیم پدرم آموختگیه. این کس در پدری من میراث از پدرشون آمده. وقتی که در ناحیه ما هنرهای مردمی از نو زنده گرداندن، بعد همین چیزی ادرس بافی به من چقدر ذوق داشتم. همین ادرس بافی را خودم استحصال کرده، ستنوکوش ساخته و یاش به چیز انداخته برآورده. همین کارخانه ما خواستم که به همین هنری از پدر میراث موندگیه با از نو زنده کننده همین هنرهای در همین فرزندم نه بیرگم کلنم آموخته. حاضر همین فرزندم 4 فرزند دخترچه ای که دارم همینا به همین هنرهای من هست. برای قروتا و با لذت و خوش‌طعم شدنش
фати ро равған карда, равғани зард карда чиқа тунук мекунем. همین ریزه کردن مخصوص رو دارد همین فاتیره که در کردو البته نه البته این هر یک کوروی نازکی خودش داره. من میخواهم که همین هر یک پدر و مادر پیش از فرزند به خانه مستقلانه گسیل کردنش چقدر هنرهای ملی خودش از علل خصوص همین پخت و پز شست و شو پزندگی که این همه در اویله در کار همینای آموخته یا داده کسب خودش یا هنر خودش بعد به خانه مستقل گسیل کندم اون فرزند هیچ محل خور نمیشه. هنر این همه وقت برای آدم هست. هنر داشته باشی در یگان جا در نمیمونی، خور نمیشی. روی هنر من همین هنری آدرس بافیم و همین هنری که آشپز مثال گریم پدرامون میراث ماندگی 20 سال میشه. از 2007 سال همین کسب خدا به شکر 6 فرزنده خانوندم، صاحب کسب کردم، صاحب خانه او در کردن. همیشه همین روی کسبمون یگان جو هنری وای نیست. این هنری آدرس بافی که وقتی رئیس جمهوریمون از نو زنده گردانیدن 1 سال میشد که همین هنر در من هست. خودم استانوک هست، دستگاهش تیار میکنم. دستگاه تیار کردیم 4-5 تا شاگرد برآورم در این و چیزام هم هنرم. با من فرزند کلانی هم سرایه با همین هنر در همین فرزندم آموختم یاد گرفته آینده در کار میشد. وقتی که من 7 ساله بودم این هنر میدونستم. بعد 42 سال بعد همین هنر با در من در کار شد. محصولاتی که ما در این استفاده میبریم همه محصولات خودمون ما خودمون استعمال میکنیم. همین چیز من پمیدور بودرینگ چیزایی که خودمون برای پرورش میکنیم خودمون استعمال میکنیم. خارجی یا دیگر دولت ها یگان چی آوردن یگان چی وای کردن لازم نه. کسب نهایت مشکل است. برای این کسب آموختن آدم صبر و طاقت و چقدر کارهای نازکی کار دارد. این کسب آدرس بافی چقدر هم نازکی های کار دارد که من این از پدرم آموختم. وقتی که از پدرم آموختم با من همین چند سال همین آدم که اوجه دعویش است همین دیدم که رئیس جمهوری ما این از نو زنده گرداندن. من با در دوشنبه رفته 1 هفته همین در کجا تشکیل کرده باشد من روم همین با کار کنم گفته همین کفته یافته همین کسب در شهر ترسونزاده برقرار کرده دستگاه ساخته همین استفاده برده 4 تا شاگرد برآوردگی همین کسب نقص خیلی آدم خور نمیشه. وقتی که در یک وای باشی تنگی در یک وضعیت زندگی قشاق باشد همین کسب میگیری در خانه همین کسب دوزی اوجه میبراری در بیرون یا وای نون دهنده این همین هنر.
می شود قرطوی که در آن من فطیر دوای تخمی بودنه ایلوه نمی کنیم گوشت ایلوه نمی کنیم به گوشت و به تخمی بودنه هم قرطوی ملی تیار کردن می شود برای سرغذا شدن با لذت شدن قرطو ما تخمی بودنه قطعی گوشت ایلوه میکنیم شکر و با فطیر کورکی می شود برای با لذت شدن شکر می چوشن و یا شکر آب میکنن و می جوشن فطیر یک جایی کرده پمیدور بودرین پیاز میزیر بونن و به پیاز زیر بونده درش اندوخته و شکر آب میشه. بیننده های عزیز و نفرانی که تازه به شبکه سفینه پیوستند بار دیگر خاطررسان می‌نماییم که شما برنامه خونی تاجیکستان رو از این شبکه تماشا دارید و امروز ما خب در خانه خاله مبارک قرار داریم و برای ما آماده میکنند قرطاب مخصوص و با اصول خودش با اسلوب خودش و برای اون کس کمک میرسونند فرزند عزیزش اپای سوریا. تا اون دم چیکار کردیم؟ تا این دم انیقترش چیکار کردن؟ الکای فطیر رو مخصوص ریزه کردن خاله مبارک و قروت آب کردن قروت رو اول بله قروت رو اول آب کردن بعدا فطیر رو از بلوش خوب ریزه کردن و پای سوریا باشد و طور مخصوص ریزه کردن کبودی ها رو پیاز خوب سیر پیاز پامیدور بادرنگ و قلافوری بلغاری رو اکنون قسمت دوم است قسمت دوم چیکار میکنیم بهترش خودش خاله مبارک بگویم بابا اکنون چیکار میکنیم ما فطیر ریزه کرده قروت آب کردیم اکنون چیزای لازمی که در قروت پامیدور بادرنگ سیر پیاز کبودی رو همراه کرده آماده به طور مخصوص آماده کرده تیار میکنیم. خیلی خوب یعنی این معنی آن رو دارد بیننده عزیز که من باید در اینجا نباشم زیرا خلل میرسونم زیرا اینها اکنون اپای سوریا خاله مبارک در حالت خوب قرار دارم و یک خوراک خیلی بلذت آماده میکنم من باوری کامل دارم اینم باشد خب نام دارد قرطاب مبارک بعد از چند لحظه برمیگردیم. آدم با دقت قروت رو آب کردن نیم ساعت یعنی اگر از تحت دل با دقت اگر تیار کنم با لذت و خوشخور شدنش برای این سراسیمه نشدن قروت آب کردن روغن جوش کردن نیم ساعت وقتی آدم میگیرد. بیننده های عزیز اکنون قدم سیوم است زینه سیوم است اینم باشد تمامی محصولات رو آماده کردن وارد کردن انیقترش خوب کبودی ها بادرنگ پیاز پامیدور رو گوشت رو نیز و لحظه حساس است در اینجا روغن زغیر رو از بالایش میریزند و اکنون بعد از چند لحظه روغن نیز خوب بالای طبق خوب ایلاوه کرده می شود در طبق و میبینیم که چگونه خوب لحظه حساس است. خب
قروتابی لذیذ نیست فرا گرفته است اینجا رو و من به صبرانه انتظارم ولی این آخری کار نیست بیننده و عزیز این آخری کار نیست زیرا در اینجا باز اینجا چیکار میکنیم تخم رو اضافه میکنیم مازی رو بعد این برای خوشتم شدن قروتابی با گوشت و با تخم بودنه برای آرایش دادن توا بله خوش لذت شدنش آرایش میدیم خیلی خوب و بیننده عزیز در اینجا خوب خود رو کمک خوب احساس نمیکنم زیرا راست ایستاده فقط خوب منتظرم که کی باقی میرسد چوخی میکنم البته و گفتیم که بعد از روغن زغیر رو انداختن روغن باید افسون باشد بعداً برای آرا دادن خوب تخمی بودنه از بالایش آرا میدین و در اینجا پای سریا با پمیدور رو خوب ریزه میکند و به طور مخصوص آرا میدین یعنی این تا حال آخری کار نیست بیننده های عزیز قروتاب ما آماده شد و یک چیز رو باید قید کنم که امروز قروتاب ما پره آماده شد و آماده کردن قروتاب رو خالای مبارک البته کمک رساندن فرزند شپای سریا خالای مبارک گفتیم قروتاب نام دارد مبارک و در ماه مبارک رمضان آماده کردن و من فکر میکنم که اون نفرانی که اکنون افطار میکنند با یک اشتیاقی بسیار تام خب افطار میکنند خوراک میخورند و ما نیز بعد از چند لحظه میچشیم از این قروتاب نام دارد مبارک بیننده عزیز رسیدیم اکنون به همون به قول فینالی برنامه به نقطه کولمیناسیونی لحظه های حساس است من به شبه باوری دارم که هر یکی شما طریق شبکه سفینه این برنامه را تماشا دارید و انتظارید که چگونه لذت دارد من برای شما میگویم خب آماده شد قروتاب ما با نام مبارک زیرا آن را خاله مبارک آماده کردند مرحمت با اشتیای تام با اشتهای تام داده جان گرید مرحمت بسم الله الرحمن الرحیم خب لحظه های حساس دستتون درد را نبیند بله اولین مراتب است بیننده عزیز که مؤلف همین خوراک خودش پیش از من میگوید که بسیار هم بالذت شده است لیکن درست میگوید در حقیقت قروتاب بسیار بالذت است و گرچند که خالای مبارک یک نوله گرفتن من نوله دویم رو میگیرم زیرا بسیار بالذت است دیگر در احساسات داده شدم خب حتی قشق گپی من رو نمیگیرد و به هر حال من بالذت تر است گفتیم که در اینجا تخم بودنه
помидор гуфтем ва зиҳи модари тоҷик. воқеан ҳам борҳо такрор мекунам ки он хӯроке ки зани тоҷик модари тоҷик омода мекунад бешубҳа болаззаттарин аст, маззаи хеле олӣ дорад. ва ман имрӯз сипос мегӯям барои як хӯроки хеле хуб, хӯроки миллии тоҷики қурутоб омода кардани шумо. холаи муборак ва боварӣ комил дорам ки шумо низ бинандаҳои азиз дар хонатон барои аҳлу оила, барои фарзандон омода мекунед ин хӯрокро ва нӯшиҷон мекунед. ва ман боварӣ комил дорам ки ҳар яки шумо дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои омода кардан, барои рушди ҳунарҳои мардумӣ, барои эҳёи хӯрокҳои миллии тоҷикӣ саҳми худро мегузоред ва чунин хӯрокҳои болаззатро омода мекунед. инҷо бошад барномаи навбатии хони тоҷикистон аз хони холаи муборак ба охир мерасад. то дидори навбатӣ моро ҳамроҳ бошед, худро хуб нигоҳ доред, худ ва наздиконатонро ва мо ба минтақаҳои дигари тоҷикистон сафар мекунем. ҳатман аз он ҷо хӯрокҳои бисёр болаззатро пешкаши шумо мегардонем. бинандаҳои азиз, бори дигар саломат бошед. ташаккури зиёд. Хушомадед. То дидор.